رضاشاه در خرداد 1313 در رأس هیئتی بلندپایه که شامل 17 نفر میشد و اکثرشان کارشناسان نظامی بودند به ترکیه سفر کرد. در میان رهبران جهان رضاشاه اولین کسی بود که به قدرت رسیدن آتاتورک در ترکیه را به وی تبریک گفت. رضاشاه به همین مناسبت هدایایی برای او به ترکیه فرستاد که همین امر زمینه‌ساز نزدیکی دو کشور و در نهایت سفر وی به ترکیه شد. اما در مورد سفر وی و آنچه رضاشاه از آتاتورک آموخت باید گفت که در سطح کلان آموخته پهلوی اول از آتاتورک شیوه نوسازی این رهبر مدرن ترک بود. در مضمون 3 شیوه نوسازی را میتوان مطرح کرد. یکی از آنها شیوه‌ای است که کشورهای آمریکا و انگلستان آن را در پیش گرفتند و به نوسازی دموکراتیک مشهور است. شیوه دوم شیوه نوسازی کمونیستی یا توتالیتر است که کشورهای چین و روسیه از آن استفاده کردند. اما شیوه سوم نوسازی از بالاست که در آلمان و ژاپن اجرا شد. شیوه توسعه و نوسازی که رضاشاه از آتاتورک آموخت یکی از انواع مشهور نوسازی از بالاست که در آن دخالت دولت به عنوان پیشگام و هدایتگر توسعه و صنعت تعریف شده است. در این شیوه رضاشاه به تقلید از آتاتورک اروپا را الگو قرار داد و سیاست غربی سازی را در پیش گرفت. از نظر این دو رهبر نوسازی فرآیند اجتناب ناپذیر و البته مطلوب بود. در واقع آنها نوسازی را فرآیندی تبدیل دهنده یاد می‌کردند و در پی تبدیل تمام وضوح سنت به مدرن بودند. البته در این میان دو ویژگی از مکتب نوسازی را در رویکرد آنان نمی‌توان مشاهده کرد. یکی مسئله تدریجی بودن این فرآیند است و دیگری جامعیت و به هم پیوستگی عرصه‌های گوناگون آن. هم رضاشاه و هم آتاتورک در پی آن بودند که نوسازی را به زور سرنیزه به انجام رسانند و مردم را به سمت آن سوق دهند. آنها به رقابت‌های سیاسی و حزبی اعتقادی نداشتند. این دو رهبر هرچند تغییر در عرصه‌های فرهنگ، دین، اقتصاد و آموزش را با شدت و حدت هرچه تمام‌تر دنبال کردند، پس از به قدرت رسیدن نوسازی در عرصه‌های سیاست را به کندی دنبال یا اصلا پیگیری نکردند. شاید بتوان گفت در نگاهی کلی آنچه رضاشاه در عمل به تقلید از آتاتورک در پیش گرفت مقابله با اسلام و جریان اسلام خواهی بود. در واقع نمود عینی نوسازی رضاشاه که به تقلید از آتاتورک در پیش گرفته بود در قالب مقابله با جریان اسلام خواهی قابل تحلیل و ارزیابی است. با اعلام نظام جمهوری در ترکیه از سوی آتاتورک و یارانش در طی حرکتی نمادین و سمبولیک پایتخت ترکیه از استانبول که نماد اسلام خواهی بود به آنکارا انتقال یافت و بدین ترتیب عصر جدیدی در تاریخ معاصر که در آن دیگر نشانی از امپراتوری عثمانی که نماد جریان اسلامگرایی تلقی میشد نبود. در واقع تحقیری که اروپاییان نثار ترک‌ها می‌نمودند و لقب مرد بیمار اروپا را به امپراتوری عثمانی نسبت می‌دادند در مخالفت ترکان جوان با ایدئولوژی‌های اسلامگرایی مؤثر واقع شد. از موارد متعددی که آتاتورک برای اسلامزدایی جامعه ترکیه در پیش گرفت می‌توان به منع تعدد زوجات، تغییر الفبا از عربی به لاتین، تغییر تقویم گریگوری به تقویم میلادی و استفاده از نام ترکی به جای عربی، انحلال وزارت شریعت و دادگاه‌های مذهبی اشاره کرد. مضاف بر این آتاتورک در 4 دوره ریاست جمهوری خود با تغییرات بنیادین در زمینه برنامه‌های آموزشی سعی کرد جامعه‌پذیری جدیدی مبتنی بر رویکردی ملی‌گرایانه به خورد مردم ترکیه دهد. رویکردی که مبتنی بر برتری نژاد ترک نسبت به نژادهای دیگر و تاکید بیش از پیش بر این مسئله بود که اسلام موجب عقب ماندگی ترک‌ها شده است. رضاشاه نیز به تأسیس از آتاتورک در همین راه قدم برداشت. او تلاش کرد با تأسیس مدارس دولتی از اهمیت مدارسی زیر نظر روحانیت که مدارس عمده تحصیل در عصر قاجار بودند بکاهد. حقوقدانان دارای تحصیلات جدید را جانشین حضاتی کرد که تعلیمات سنتی داشتند. متون ترجمه شده قانون مدنی فرانسه و قانون جزای ایتالیا را حتی در مواردی که با احکام قرآن در تضاد کامل قرار داشتند مدون ساخت. رضاشاه امتیاز ثبت اسناد رسمی را از روحانیان گرفت و به دفاتر و محاضر غیر مذهبی سپرد. برگزاری بسیاری از مراسم مذهبی همچون تعزیه‌خوانی در سوگ امام حسین علیه السلام را ممنوع یا محدود کرد. صدور روادید برای متقاضیان زیارت مکه، مدینه، نجف و کربلا را متوقف کرد و فرمان تصرف کلیه موقوفات مذهبی را صادر نمود. ملی‌گرایی او نیز به تعبیری غیر دینی، ضد روحانیت و به ایران پیش از اسلام تعلق داشت. این ملی‌گرایی
بر شکوه شاه و دولت متمرکز و بر همگنی ملی مبتنی بود. او آنقدر تحت تأثیر سیاست اسلامزدایی آتاتورک قرار گرفته بود که در سخنان خود به صراحت گفته بود به واسطه برداشتن خرافات مذهبی در دوران سلطنت من هر دو ملت ایران و ترک از این به بعد با صمیمیت و یکدلی بیشتر دست به دست هم خواهند داد و زمینه ترقی و پیشرفت دو کشور را فراهم خواهند کرد. با این حال مهمترین شاخص و نشانه‌ای که آتاتورک در جریان مقابله با اسلام در پیش گرفت و رضاشاه نیز بسیار از او تأثیر پذیرفت مسئله مقابله با حجاب و تلاش برای حذف آن از جامعه بود. در واقع میتوان گفت که سفر به ترکیه تأثیر عمیقی بر روحیات رضاشاه به ویژه در موضوع برخورد با حجاب گذاشت. به عبارت ساده‌تر باید گفت که رضاشاه در بخش بی‌حجابی زنان بیش از سایر مشاهدات خود تحت تأثیر قرار گرفته بود. در همین ارتباط مستشارالدوله سفیر ایران در ترکیه در مقطعی که رضاشاه به این کشور سفر کرد میگوید اولین جملات و اشارات رضاشاه در زمینه تاثیرپذیری رضاشاه از روند نوسازی در ترکیه جمله‌ای است که در اشاره به مشاهداتش از زنان این کشور بیان می‌کند. وی میگوید رضاشاه پس از ضیافتی که حزب خلق ترکیه به مناسبت حضور او ترتیب داده بود به عمارت این حزب در آنکارا رفت و ساعاتی که از نیمه شب گذشته بود نخوابید و در تالار عمارت قدم میزد و فکر میکرد و هر از چند گاهی با صدای بلند میگفت عجب عجب. وقتی شاه متوجه شد که من در گوشه تالار ایستادم من را صدا زد و گفت تصور نمیکردم ترک‌ها تا این حد پیشرفت و ترقی کرده باشند و در اقتباس تمدن از اروپا پیش رفته باشند. حال میبینم که ما خیلی عقب ماندیم به خصوص در قسمت تربیت زنان. من در جواب شاه گفتم در سایه حضور شما ملت و مملکت پیشرفت بسیاری کرده است، اما رضاشاه جواب داد هنوز عقب هستیم و باید به صورت و با تمام قوت در زمینه پیشرفت زنان اقدام عاجل کنیم. رضاشاه همچنین 2 سال بعد از سفر خود به ترکیه به محمود جم نخست وزیر وقت چنین گفت: نزدیک به 2 سال است که مسئله کشف حجاب ذهن مرا به خود مشغول کرده است، به ویژه از هنگامی که به ترکیه رفتم و زنان این کشور را بدون حجاب مشاهده کردم، زنانی که دوشادوش مردان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند. دیگر از هر زن چادری که می‌بینم بدم می‌آید. حجاب دشمن پیشرفت و ترقی است. البته تقلید رضاشاه از آتاتورک به سفر وی به ترکیه محدود نمی‌شد و وی پیش از سفرش به ترکیه از مشی و روش آتاتورک تقلید می‌کرد.